با عرض سلام خدمت همه هموطنان عزیز. آقا سالگرد مهسا امینی نزدیک. تمام دشمنان ایران و رسانه هاشو بسیج شدن و دشمنان داخلی، فتنه انگیزان داخلی دارن بسیج شدن که این کشور در سالگرد مهسا امینی دوباره به آشوب بکشه، که همچین اتفاقی نخواهد افتاد. گول خوردن. از تمام جوانها و مردم شریف ایران خواهشمندم هیچ گونه تجمعی گول نخورید، در هیچ جای کشور انجام ندید، حتی سر مزار مهسا امینی. دیگه بسته. 43 سال فتنه انگیزی، آشوب، اغتشاش توی کشور دیگه بسه. والله به خدا قسم هر که جا این نظام و رهبر عزیزمون بود، این کشور الان تیک تیکش کرده بودن، تمام مردم قتل عام میکردن. یه خود ثواب در رسانه ایتون بالا ببرین، ثواب در سیاسیتون بالا ببرین. مردم عزیز، خواهشی ازتون دارم، جوانای عزیز، پشت رهبر و نظام تو باشین، به خدا ضرر نمیکنین. من خودم یک معلول بهزیستی کار افتاده با 3 بچه، ماهی 2 میلیون بهزیستی به من حقوق میده. توی اتاق 40 متری با 3 بچه بزرگ دارن زندگی میکنن. شده شبا شکم گوشت خوابیده. این وضع خونه منه. یا کنی سخت بشه، یا کنی یک کل خونه من. ببینه، ولی با این حال هیچ وقت از نظام و رهبریم ناامید نشدم، پشت رهبرم بودم، چون بهترین رهبر که تا حالا دیدم برای همه کشور رهبر مایه. هر که دیگه جای آیت‌الله خامنه‌ای بود، به خدا دوری کشور داد بود، تیک تیکه کرده بودم. 43 سال تحریم بابا، 43 سال تحریم. بله کشور ما ثروتمند هست، منابع داریم، ولی وقتی میفروشیم نمیتونی بفروشیم، یا میفروشیم پولمون نمیدن، از کجا درآمد باشه؟ بله ما تحت فشار کشتن که ما زیر سلطه شو باشیم. ژاپن میگه یک کشور اقتصادی نیست، ولی باید با اجازه آمریکا کار کنه، برای منافع آمریکا باید کار کنه. الان اقتصادش خرابه، کل دنیا اقتصادش خرابه، فقط ایران نیست. ایران که تحریم بابا، تحریم. با این حال خوب نگه داشته کشوره. حرف گوشی رسانه های مانند فارسی زبان نخورید، اینا فقط میخوان شما رو ناامید کنن. خدا رو شکر الان رئیس جمهور خوبی داریم، صبر داشته باشین، تحمل داشته باشین. آقای رئیسی داره، خدا پدر مادرش بیامرز، داره خیلی خوب کار میکنه. چند وقتی که صبر کنین با خدا تورم من مهار میشه، مشکلات همه حل میشن. خدا شکر پولامونم بلوک شده مونم آزاد شدن، دلار هم داره میاد پایین، عضو شانگهای شدیم، تو بریکس رفتیم. بریکس که چیز شوخی نیست، 40 کشور آرزو دارن برن تو بریکس. اینا دستاوردهای کمی نیست. مردم خواهش میکنم ازتون یه خورده صبر تحملتون بیشتر کنید. شما این همه صبر کردن. و یه صحبتی هم دارم با برادران خواهران سیستانی و زادان، مخصوصا که پای منبر عبدالحمید فتنه انگیز و میشینن. آقا این حرفاش قشنگ و دلسوزن، ولی به خدا این آقای عبدالحمید فقط میخواد جوانای سانیر بفرسته خیابون،
فتنه انگیزی کنن، شاید بتون برای خودش حکومتی تشکیل بده. مسجد مکی نی، مسجد ضراره، مسجد فتنه. اگه آقای عبدالحمید دلسوز مردم زادان بود، ما چند تا شهید به خاطر حقابه سیستان داده. آقای عبدالحمید هیچ موضع گرفت برای اهل طالبان؟ نه، چون همکیشان خودشم. هیچ صحبتی کرد؟ نه. بعد عبدالحمید چه حقی دار میاد به ما تطریبون میگه حرف گوش ولایت فقیه نکنید. ولی فقیه یعنی رهبر، یعنی ما حرف گوش رهبرمون نکنیم، بیم حرف گوش تو بکنیم ها، بیم حرفای فتنه انگیز عبدالحمید گوش کنیم. مردم اگر ما حرف گوش رهبرمون نمیکردیم، میومدیم حرفای تو گوش میکردیم، کلام پس مرکه بود. الان نه ناموس داشتیم، نه خونه داشتیم، نه نون خوردن. آیا عبدالحمید آقای نقشبندی کیه؟ شاگرد شمایه که الان تروریست شده، اعلام جنگ مسلحانه به علیه نظام رهبری کرده، به رهبری توهین میکنه. کجا پرورش یافته؟ پای منبر شما آقای عبدالحمید. اگر تو شما دلسوز مردم زادانی، چرا هر هفته میای هر بله نظام میزنی و مردم بادار میکنی برن تو خیابونا بله نظام شعار بدن؟ هیچ هفته اومدی بگی مردم شعار ندن بله نظام، شعار ندن بله رهبری؟ هیچ وقتی پت دشمن رهبر و نظامی. تو باید از این کشور بری یا تنبیه بشی. اگر نظام داره باید مراعات میکنه، صبر میکنه، هیچی بهت نمیگه، فقط نمیخواد تو به هدفت بزه. تا هدفت همینه، میخوای وزارت اطلاعات بیاد دستگیرت کنه، مردم بیاری تو خیابونا و جنگ و کشتازی را بدازی. هدفت اینه. ولی گول خوردی. ما پشت رهبرمون هستیم و پشت نظام هستیم و تا پای جونم پای نظام و رهبریمون ایستادیم. تو برو همکیشمون مثل علی نژاد و آقای رضا پهلوی و اینا باش، برو همونا پشتتن، برو حرف گوش همونا بکن، خوشبخت میشه. بعدم که صحبتی دیگه دارم خدمت همه مردم عزیز زادان، اینه که پای صحبتای آقا نشینید. بله رهبر تو نظام تو شعار رو ندید، با خدا یه روز خودتو شرمنده میشید، شرمنده میشید. صبر کنید، تحمل داشته باشید، اوضاع خوب میشه. یک عالم باید نور امید دل مردمش بکاره، نه که بیان امید کنه مردمشون، مردمی که تحت فشار هستن نظر معیشتی، بیا خونت دلشون کنه، داغ دلشون تازه کنه. ایچ تو عالمیه، ایچ جور عالمیه که میاد حرفای فتنه انگیزی میزنه. الان ما یه هفته باز بریک شدیم، یا آقای عبدالحمید هیچی گفت مردم ما عضو بریک شدیم، برای اقتصاد کشورمون خوب شد، کشورمون دیگه از حالا اقتصادش خوب میشه. هیچ وقت دستاوردهای نظامی دفاعی کشورمون تعریف کرده؟ نه. اگه همین دستاوردهای نظامی نبودن الان فشارها بیشتر بود رو ایران. همین
دستاوردهای دفاعی کشوره که الان همه کشورها اومدن طرف ایران. آقای عبدالحمید، شما اندازه عربستان هم عقل شعور ندارید. عربا فهمیدن که نمیتونه با نظام ایران در بیفتن، ولی شما هنوز نفهمیدید. اینقدر شعور ندارید. فهمیدید؟ شعور ندارید. اگه داشتی شعور رسانه‌ای نداری، شعور سیاسی نداری، فقط میای رو منبر مثل یه تراکتور قارقار میکنی. صدا تا که مثل تراکتور، اصلا نمیفهمی چی میگی. باراخت باشه. بله رهبر ما حرف بزنی. تو بی خود میکنی میگی صحبت های رهبری رو گوش ندید. تو بی خود میکنی چرا همه پول خرج اربعین حسین میکنه. نه، بیان پول رو بدن مردم به شما، بیا کارتخوان بکشن، کارتخوان بیاری مردم پول بکشن، تو به شاگردای تروریستی که داری پرورش میدی خرج اونا بکنی، خرج مسجد مکی بکنی، بزرگترش کنی. یا این همه پول خرج این مسجد با این عظمت که ادوری میدادیم مردم خودت، این همه پولای با کارتخوان میکشی، هر میای جلو مردم میکشی تو نماز جمعه. اگه هر جمعه به 10 تا فقیر بده دیگه زادن فقیر نداره. میدیشی به تروریستایی که داری تو مسجد مکی پرورش میدی، تربیت میکنی، تو داری یه تروریست نقشبندی حمایت میکنی که چرا پدرش بازداشت کردن. پدرش هم که مثل تو، اون هم مثل پدرش. خلاصه مردم عزیز، گول این آشوبگرا رو نخورید، پیرو خط رهبریتون باشید. خدا رهبر خوبی داره. یه خورده سواد رسانه‌ایتون ببرید بالا. یه خورده الان همین عضو بریکس ایران شد، هیچ کس اومد حرف بزنه، چه اصلاح طلبا، چه اغتشاشگرا و چه منافقا و چه تجزیه طلبا و چه سلطنت طلبا. اگر اینا ایران دوست داشتن اصلا نظام بکنن، اصلا نظام بکنن، اومد اصلا نظام برداشته شد. این دستاوردهای دفاعی برای که میمونن؟ آره برای شما میمونن که خواستن حکومت کن که همچه چیزی نمیشه. اگه کشور عضو سازمان های بین المللی میشه خب به نفع کیه؟ ولی اینا ناراحتن، پس اینا دوست ما و ایران نیستن. اینا فقط میخواین هر کدومش یه تکه از این کشور بکنن، جدا کنن برای خودشون. تا آخر پا رهبری و نظام رو میستیم، یک بجو از خاک که کشورمونم به کسی نمیده. ما از طالبا کمتریم به خاطر 2 سانت. دیدی 2 سانت جای میخیه. ولی اینا میخواین کردستان جدا کنن، آذربایجان جدا کنن، سیستان و بلوچستان جدا کنن. گول خوردن. تا وقتی ما پای این نظام های رهبری ایستادیم، شما هیچ غلطی نمیتونید بکنید. حتی تو آقای عبدالحمید، حد خودت بدون. از صبر و تحمل و نظام و رهبری هم سوء استفاده نکن. و السلام.